با توجه به افزایش نرخ دلار و یورو کجا رو برای تحصیل در خارج از کشور انتخاب کنیم که فرزندمون دچار مشکل نشه؟ سلام و درود، تقی‌زاده هستم، مدیر عامل مؤسسه رویش. سوال خیلی از خانواده‌ها این روزا اینه که با توجه به افزایش نرخ دلار و یورو کجا رو برای تحصیل در خارج از کشور انتخاب کنیم که فرزندمون دچار مشکل نشه، به اصطلاح از پس هزینه‌اش برگرده. خب تو این شرایط باید کشورهایی رو انتخاب کنید که یا هزینه‌شون خیلی کمه یا بورس میکنن. در رابطه با کشوری که بورسیش خیلی این روزا سر زبونا افتاده، کشور ایتالیاست. ایتالیا هم قصه بورسش مربوط به الان و دیروز نیست، سال‌هاست که داره این بورس رو به بچه‌ها میده. میگه اگر به هر شکلی شما در دانشگاه دولتی من درس بخونید شامل این بورسیه میشید. بورسیه به ایرانی‌ها تعلق میگیره و اگر ما ثابت کنیم که درآمد خانواده‌مون از یه حدی پایین‌تر هست، بورسیه بهمون تعلق میگیره. یعنی چی؟ یعنی شهریت صفر میشه و سالی 8000 یورو از دولت ایتالیا دریافت میکنه. خب آیا این هزینه کفاف زندگی ما رو میده؟ دقیقاً در حد یک زندگی نرمال دانشجویی بله. یعنی شهریه صفره، هزینه خورد و خوراک و اقامت و این داستان ها رو با این عدد 8000 تایی شما میتونید کاور کنید. اگر اطلاعات دقیق تری لازم دارید کلمه مشاوره رو دایرکت بدید، همکاران من تماس میگیرن، در خدمتتون خواهیم بود. موفق باشید.